نوه ترام وقتی میخواست توی استخر شیرجه بزنه یه دفعه کونش قلمبه شد و تمام آب استخر رو به بیرون پاچید و هیچ آبی توی استخر باقی نذاشت، چون در واقع اون یه ابرقهرمان بود و میتونست هر قسمت از بدنش رو بیش از حد بزرگ کنه. یه روز اون برای استعدادیابی به یه مرکزی رفته بود که اونجا فقط بچهای ابرقهرمان با قدرت‌های عجیب انتخاب میکردن. اون یه دفعه پاهاشو گنده کرد و سرش هم گنده کرد. وقتی داور زنین رو دید حسابی خوشش اومد. داورا که حسابی از قدرت‌های نوه ترام شوکه شده بودن سری استخدامش کردن. نفر بعدی که اومد اسمش کلاه قرمزی بود. اون یه کاغذ خورد و بعدم با خودکار تمام اونا رو به صورت مربی پرتاب کرد. مربی هم که حسابی عصبانی شد سری ردش کرد. نفر بعدی کسی نبود جز امیر 206 سوار. اون میتونست خودش رو نامری کنه و وارد خونه دخترای مردم بشه و مخشون رو بزنه. داور که تحت تاثیر قدرتش شد سری اونم قبول کردن. بعد همینجوری افراد دیگه اومدن و یه سریاشون قبول شدن، یه سریاشون هم رد شدن. در آخر همین دختره وزه اومد که اول شروع به آواز خوندن کرد، اما داور که خسته شد گفت دخترم برو سراغ بازی، اینجا جای تو نیست. که یه دفعه اون عصبانی شد و اومد میزشو به دیوار کوبون که بعد اونم انتخاب شد. در آخر همونا رو با یه سفینه بردن اردو تا آموزشای مورد نیاز رو بهشون آموزش بدن و اونا رو برای یه نبرد آماده کنن.